میگم به چند مورد از برجسته ترین اعمال یا برنامه ها که یه مسلمان میتونه در ماه مبارک رمضان داشته باشه و دنبال بکنه اشاره میکنم، خیلی گذرا و فهرستوار. یکی بحث نماز هاست. درسته که مسلمان در رمضان و غیر از رمضان نماز پنجگانه داره، نمازهای مستحب و نوافل هست، ولی خب از اونجایی که ماه رمضان ماه استثنائیه، مؤمن نسبت به نمازهاش توجه بیشتر بکنه. چون متاسفانه بعضیا هستن در ماه رمضان روزه میگیرن در حالی که روزه هم هستن، اما نسبت به نمازهاشون سهل انگارن، حالا یا نسبت به وقت نماز، یا نسبت به مثلا نماز جماعت، یا نسبت به کیفیت نماز، در حالی که نماز جایگاه والایی داره. ممکن نیست انسان مؤمنی که واقعا درست روزه میگیره بعد از اون طرف نمازها رو ضایع بکنه. لذا بیایم نسبت به نمازهامون، نمازهای فرضمون، نمازهای مستحب، ما رواتب داریم، یعنی قبلیه داریم، بعدیه داریم، نماز ضحی هست، نماز تراویح و وتر، به این نمازها بپردازیم و جزء برنامه‌مون باشه قبل از فرارسیدن رمضان. همچنین صدقه دادن جزء برنامه روزمره‌مون باشه در رمضان. ما روایتی داریم که ابن عباس میگه که پیغمبر علیه السلام بخشنده ترین مردم بودن، بخشنده ترینشون، به خصوص در ماه مبارک رمضان، اون موقع که با جبرائیل امین علیه السلام ملاقات داشتن. و اینطوری توصیف میکنه ابن عباس جود و کرم پیغمبر علیه السلام بعد از اینکه از جبرائیل جدا میشد. فرمودن بمانند بادی که میوزید، جود و کرمش همه جا و همه کس رو فرا میگرفت با شتاب، با سرعت عمل. اینه که صدقه دادن بخش مهمی از برنامه ما در ماه مبارک رمضان باشه. همچنین تلاوت قرآن، خب ماه قرآن هست، پرداختن به اوراد و اذکاری که هم در قرآن و هم در احادیث صحیح نبوی بهش توجه شده، تسبیحات، تحمیدات، تهلیلات، تکبیرات، اینا بزرگداشت رب العالمین است، تمجید و توصیف رب العالمین با زیباترین کلماتی که خود الله عزوجل این کلمات رو برای بندگانش معرفی نموده. بحث توبه و استغفار، بحث دعا جزو برنامه‌های روزمره ما در ماه مبارک رمضان باشه. و آخرین برنامه‌ای که بایستی بهش عنایت خاصی هم داشته باشیم، پرداختن به اینکه به اخلاقمون سر و سامان بدیم. وقتی الله عزوجل تعریف و تمجید میکنه از پیغمبرش، میفرمایند و اینک لعلی خلق عظیم. و چقدر ما روایاتی داریم در فرموده های پیغمبر علیه السلام که توصیف میکنه جایگاه خوشخلقی. اینجا من به این نکته میخوام اشاره بکنم که وقتی پیغمبر علیه السلام با اون شخصیتش، با اون مقام و قدر و منزلت و جایگاهی که داره که یه مؤمن بایستی ایمان داشته باشه به پیغمبر، و همچنین واجبه که به پیغمبر علیه السلام احترام بگذاره، تعظیم بکنه، محبت پیغمبر داشته باشه علیه السلام، با توجه به همه این قضایا میگه اگر در رفتار و تعامل و برخوردت با مردم سنگدل بودید، خشن بودید، با تندخویی با آنها برخورد میکردید، با توجه به اون شخصیت و جایگاه و منزلتی که دارید، اما به خاطر بدخلقی، به خاطر رفتارهای تند و خشن مردم از جدا میشدن. حالا ما که یه تار موی پیغمبر نیستیم علیه السلام، عددی نیستیم در برابر پیغمبر علیه السلام. بعد از اون اگه اخلاقمون بد باشه، خب مردم چه انتظاری ازشون داریم؟ اینه که حتی افراد در نظام خانوادگی بایستی دقت بکنن. یه وقتی افراد مثلا روزه ان و توجه خاصی به روزه دارن در ماه مبارک رمضان، اما تعامل و رفتار و برخوردشون با نزدیکترین افراد در خونه بسیار بده. پدر میبینید مثلا با فرزنداش رفتار نادرستی داره، مرد با همسرش یا زن مثلا با شوهرش. به همین صورت در نظام اجتماعی افرادی هستند که روزه ان، دقت میکنن در رابطه با اینکه روزشون صحیح باشه، اما نحوه رفتار و تعاملشون بسیار بده. اینه که ماه مبارک رمضان بهترین فرصته که ما به اخلاقمون بپردازیم، خوشخلق باشیم، هم تو دنیا جایگاه و منزلت پیدا میکنیم بدون اینکه دنبالش هم باشیم با خوشخلقی، هم در فردای قیامت جایگاه و منزلت خاصی پیدا میکنیم، میزان حسناتمون سنگین میشه و درجات والایی که پیغمبر فرمودن علیه السلام، چه بسا انسان مؤمن و مسلمان با اخلاق زیبای خودش به مرتبت
کسی میرسه که روزها روزه بود و شبها نماز میخوند، اما او با اخلاق زیبای خودش. امیدواریم که الله عز و جل بهمون توفیق بده که بتونیم با برنامه ریزی که بهش اشاره شد بهترین استفاده ها رو از ماه مبارک رمضان برده باشیم. موفق و مؤید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.